صدای موتر ما نشنیدین؟ مانده نباشی. سلامت باشی. برو از موترم وسایل تا کن. سلام. الو اینا ناجوانی میکنی؟ باید وقت بر مسنگ میزنی. پیسه را برابر کردی یا نی؟ بله مگم چند هزارش کم است. دینا کتی ما دیگر رنگبازی نکن. تو خو میفهمی که من تنها نیستم. 100 نفر دیگه میراثخور و شیرینی خور در شعبه تیار ششته. از تو نمیگیره، از من میگیره. چطور کنم؟ دیگه ندارم. باید یک نفر برداد دوستاشم کسواز نکنم. گفتم که از همین $1,00,000 1 روپیش کم باشه نمیگیرم. از تو چی پات کنم؟ اما قسط موتر لکسس ما مانده. رنگ خانه نو هنوز نشده. تو خود دیگه در بانکم یک عالم پیسه داری. ای تو چی میگی؟ تو رو با پیسه بانک ما چه غرض؟ حوصله مرا تنگ نکن. کتی ما دیگه رنگ نزن. از هم $1,00,000 که 1 روپیش کم باشه نمیگیرم. در غیر از او باز کارت خط باز دیگه. چی آدم های پیسه مرا میخوره؟ از کل دنیا را ما خورد و بیه از مرا میخوره. خونه کلگی نمه بیه از مرا میخوره. بیبی بچه تا بکه از رای حرام رفقه اولادت برابر بگیر. حالت اولادای تا بیبی، حالت مرا بیبی. هرز تو حیانه داری رشوت میخوری. دیگه چی کنم؟ پیش بهترین دکترهای شهر بردمش. در لوکسترین شفاخانه‌های شهر گشتاندمش. اگه میگی خارج ببر، خارجا میبرم. دیگه چی کنم؟ عید نبرش. خیر از بلی از خدا دیگر رشوت نخور. میفهمی؟ یا توی بد مردم است که سر ماست. این بلایی است که از رشوت خوری تو بالای ما نازل شده. اگر قرار باشه که تو به یارم خوری و رشوت خوریت ادامه بدی بعد این خانه ماندنی نیستم. میرم در لب سرک گدایی میکنم و نان حرام تو را نمیخورم. خیر است پدر جان، ولی از خدا دیگر رشوت نخور. خویش و قوم در و همسایه کلگی امرای ما قطع برید کردن. رفقایم از ما دوری میکنن. میگن که پدرش رشوت خور است. چی خور است؟ رشوت خور است، حرام خور است. راستی که رشوت قدر بد است. نگذارید زهر فساد و رشوت کشور را نابود کند. همه با هم یک صدا: رشوت حرام است. رشوت